ماینکرافت، اما من هر مابیو بکشم مردش رو زمین میبینم. بچه ویدیو باحالیه، فقط این دفتر چیه دارم. راستی بچه من وارد یوتیوب شدم، من پادشاه زمرد هستم. اگه همین الان لایک کنی بهت یه زمرد میدم، اگه سابسکرایب کنی تاج و تختمو بهت میدم. همین الان سابسکرایب کن، پس تاج و تختمو که میخوای. خب این دفتر چیه؟ خیلی بس بچه بگین شیدرم خوب هست یا نه، حتما تو کامنت نظراتتون رو میبینم. خب بذار ما اول بریم یه ذره چوب بکنیم، اسپیری چیزی درست کنیم. کرافتینگ تیبل درست میکنیم. استیک، یه دونه اسپیر من درست میکنم، یه دونه تبر. خیلی خوب، بریم اول این موب بخوشیم ببینیم این موضوع کثیف چقدر حقیقت داره. بچه اگه حقیقت داشته باشه من از خنده پاره میشم. امیدوارم که شما من خنده پاره نه پاره که نشید از خنده. بچه میخوام شما رو امروز بهتر کنم. خیلی خوب، بذارین گاو کثیف رو بکشیم. چرا باید این برگه بدنتی کار منو میگیش؟ بابا این نیزم به درد نمیخوره. موضوعی حقیقت کثیف، این موضوعی کثیف بچه ها حقیقت داره. نگاه کنین، من ندیدین لحظه جنازش افتاده اگه دقت کردین. من این موب دیگه بسیدم پیدا کنم شما نشون بدم. خیلی خوب، چون موب اسپانه ها نگاه حاجی پشما. حاجی خیلی خنده داره، من خنده پاره میشم. شاید فقط انیمیشن خوب اینجوری. ای بابا باید من دارم خنده میمیرم. سیدی چه مودیه؟ چرا به جز گفت هیچ دیگه نمیده؟ من میخوام شما نشون بدم همین بابا رو. آخه من گوسفندم داد آقا تخت وایسا دیگه. حاجی اینجا شده جوکر. حاجی واقعا ویدیوی سمیه. این چیه ناموسن؟ این چیه ناموسن؟ ماینکرافت این چیه ناموسن؟ ماینکرافت این چیه ناموسن؟ ماینکرافت این چیه ناموسن؟ من دارم خنده رو دوبار میشم.
بچه من نمیفهم دارم خنده میمیرم، دارم خندمو نگرم دارم ویدیو خراب نشه. بس من یه خوکی ببینید بچه همیشه دقت کنید، یه خوک پیدا میشه ولی الان که ما داریم ویدیو میگیریم پیدا نمیشه. ببین ماینکرافت نانجیب این پدر کنم میرم ماینکرافت یه خوکی من تا آخر ویدیو پیدا نکنم خیلی نانجیب ماینکرافت، یعنی گاو میده. حاجی تکسچر برش کن، ماهی میخوادم تکسچرش رو ببینم که ول کن. حاجی 5 دقیقه شد غذا بخوام. کلا غذا تمام میشه. ماینکرافت آدمی کثیفی هست. مرغ ببینیم چیه. اصلا حواسم نمیاد. حاجی پشمام کاش ویلیج بود، مازم رو ویلیجرم داشت. چقدر این باحال بود، خیلی حیف شد حاجی. میدونی چرا؟ اصلا رو ویلیجرم اصلا قمش که ویلیج پیدا نشد. شاید با این ساوانا پیدا شه. منو با این پلنزیم. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. لایک و سابسکرایب کنین اگه دوست ندارید تاج و تخت منو بگیرین. ما راستی متاسفانه هدف پیدا کردن دائما بود، من مجبورم دائما رو پیدا کنم. هی لعنتی حاجی من میخوام هدفتون پیدا کردن میز. آخه این ویدیو صرفا ببین ولم کن با موسم نکن بلاک شد. این چیه؟ چرا هدف پیدا کردن دائما متر میشه؟ هدف پیدا کردن گوشت خوک، اصلا ما تا الان یک خوک هم پیدا نکردیم. وای من دارم خنده پاره میشم اینجور. آقا چرا ما تا الان یه خوک بید؟ آقا گوشت خوکو بده، من میخوام به هدفم برسه. خوکی کثیف بچه به خدا من دستگاه نکردم، به خدا قسمه چه من تازه کارم. ببین به خاطر همین میتونم دایما بکنم بگم در من چیه ناموسن ماینکرافت این چی بود ناموسن. حاجی اصلا هدف این زمان پیدا کردن اولین اوریک پیدا کردیم اینجوری سختره. حاجی پدرم ترونده مادر پیدا کرد. تو رو خدا لایک کن، پدرم داره در میاد. آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، لایک کن ناموسن، لایک کن ناموسن، لایک کن ناموسن، لایک کن ناموسن، لایک کن ناموسن. بابا من دارم اینجا زحمت میکشم تو داری لایک ویدیو رو نگاه میکنی زایی نمیکنی. این مادر من کجا الان میبینم مشری آخه. لاما چیه؟ لاما رو خیلی دوست دارم ببینم. این چیه؟ این چی بود ناموسن ماینکرافت؟ چرا نمیتونم ویلیج پیدا کنم؟ آقا این نامردیه. ما اعتراض داریم، ویلیج نیاز داریم. الان که یه ویلیج پیدا کنیم من شب نیست جوک بگم جدا من حال ندارم.
نه آجی جوش میگم. آقا میدونی چرا ویلیجر احمقم؟ نه میدونی چی از ویلیجر احمق داره؟ ویلیجری که شغل میگیره. الان مثلا ویلیجر رو بگیرم بکنم. نه هیچی نگم. هیچی نگم. خب بچه اونجا دارم من مس میبینم. کیا دارم میبینم؟ میرم کلنگ رو درست کنم. بسم الله. من ویدیو رو لایک نکردی درسته؟ من اینجا وایستم. خدا ببین تو دیگه واقعا حاجی آقا هی بالاخره داریم میرسیم. هیچ وقت از گرفتن مثل اینقدر خوشحال نبودم. چون موافقم مثالیه چرا قبول دارم. بابا من کرافتینگ تیبل نیو. آقا من گفتم اور دیگه. بیا اور زغال اوره دیگه. ویدیو تمام شد. من 2 بار به هدف رسیدم. آقا ببخشید نمیتونیم دائما پیدا کنیم دیگه. آقا ما خیلی پرو نیستیم. پرو پلیر نیستیم. بچه ها بهم بهترین راههای دائما پیدا کردن حتما تو کامنت ها بگین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.